بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت بکنم که در روزهای پایانی و منتهی به کنکور چیکار بکنیم که خیلی بهتر باشه. آزمون که میزنیم چه آزمونایی بزنیم، چجوری تحلیلش بکنیم و همه این موارد رو تو این ویدیو براتون بررسی میکنم. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. موضوع اول اینه که ما دنبال یادگیری مطالب جدید نریم. یعنی چی؟ یعنی آقا شما تا الان، یعنی شما هر چقدر برگردید تعداد مرورهاتون رو بیشتر بکنید، خیلی نتیجه بهتری میگیرید تا اینکه بخواید دوباره مبحث جدید بخونید و قاعدتا خب ممکنه خیلی یادتون بره. دوباره تایم مرور کردنی به اون صورت ما نداریم که بخوایم دوباره برگردیم روش و بخوایم مرورش بکنیم. موضوع بعد اینه که بریم سراغ آزمون‌های جامع، یعنی بریم سمت آزمون زدن و در واقع آزمون‌های شبه کنکوری. و از این کار میتونید از یه سری آزمون‌ها ازش استفاده بکنید. من خودم سال کنکورم 3 تا آزمون جامع قلمچی رو شرکت کردم. آزمونای خیلی خوبی ان، حتما شرکت بکنید. اگر هم ثبت نام نکردید پی دی افش رو دانلود بکنید، توی خونه خودتون شروع کنید به حل کردن. آزمون‌های جامع سنجش. آزمون جامع سنجش حالا یه ویژگی که داشت واسه خودم این بود که مثلا بعضی توی درس‌ها درصدام خیلی میرفت بالا. بعضی بچه‌ها هم الان میگم آقا اگه درصداتون بالا رفت تو این آزمون‌ها مغرور نشید که بگید آقا من قرار کنکورمو بهتر کنم. بعد از کنکورتون ممکنه اون نتیجه‌ای که می‌خواستید رو نگرفته باشید و خیلی حس خوبی نداشته باشید. واسه همین میگم آقا مغرور نشید. اگرم درصدتون خراب شد نبازید خودتونو، چون که این یه آزمون در واقع پیش آزمونه. یعنی شما دارید خودتون رو آماده میکنید برای اون آزمون اصلیه که کنکورتونه و اینجوری نباشه که بگید آقا من این آزمون رو خراب کردم پس قراره کنکورم رو خراب بکنم. در حالی که من آزمون هایی که مثلا برای خودم توی خونه حل میکردم خیلی اون نتیجه‌ای که معقول بود و اون نظر خودم بود رو نمیگرفتم، ولی خب کنکوری در واقع عوض شد واسه من، کلا ورق برگشت. واسه همین میگم که اگر شما اون نتیجه‌ای که می‌خواید توی خونه رو مثلا نمیگیرید، دلیل نمیشه که سر جلسه کنکورم به همون نتیجه بد رو بگیرید. خب و از اون طرف هم این موضوع تکرار میشه. موضوع بعد اینه که بریم سمت آزمون‌های شبه کنکور. چه آزمونایی شرکت بکنیم خوبه؟ آزمون قلمچی خیلی خوبه، گفتم حتما شرکت بکنید. آزمون سنجش 3 تا آزمونش رو شرکت بکنید و میتونید از آزمون‌های دیگه هم هست. مثلا پیشنهاد خودم اینه که بریم سمت کنکورها. کنکوری که گذشت 403، کنکور 402 که 2 تا جامعه در واقع 2 تا آزمون داشت، کنکور 403 هم که 2 تا کنکور بود، 401 هم که 1 دونه کنکور داشت. اون آزمونا رو حتما بزنید و پیشنهاد خودم اینه که خیلی قدیمی‌تر نرید، یعنی خیلی قبل‌تر نرید. مثلا نرید شروع کنید از کنکور مثلا سال 92 مثلا 3 و 4 شروع کنید به حل کردن. خب خیلی زیاده، بعد ممکن اصلا نرسید به کنکورهایی که الان هستن و مثلا حالا مخصوصا کنکورهایی که الان دارن برگزار میشن خیلی شباهتشون خیلی بیشتره به کنکور مثلا پارسال یا پیار سال. ولی خب مثلا سطح کنکور، اون لول کنکور، اون سطح سوالا از کنکورهای مثلا 5 سال 6 سال قبل خیلی عوض شده و ممکنه مثلا کنکور قبلی رو بزنید مثلا 6 سال پیشو نتیجه خوبی بگیرید ولی تو کنکور خودتون نتیجه خوبی نگیرید. خب واسه هم میگم خیلی قبل‌تر و خیلی قدیمی‌تر نرید. در حد مثلا کنکورهای 3-4 سال اخیر میتونه کنکورهای خیلی خوبی باشه. و در مورد یه سری پکیج هایی هستن، مثلا پکیج خیلی سبز داره، آزمون‌های جامعش، مهر و ماه هم داره که میتونید از اینا هم استفاده بکنید. اومدن کنکورهای اخیر رو جمع‌آوری کردن دیگه. مثلا غیر از این که حالا کلید داره جواباش، پاسخ تشریحی هم داره، یعنی میتونید از پاسخنامه تشریحیشون هم استفاده بکنید برای حل تستاتون. چجوری حلش بکنید این پروسه آزمون زدن رو؟ ببینید بعضی از بچه‌ها میگن آقا آزمون 3 روز یه بار، آزمون 2 روز یه بار، و میگم همه اینا اینجوری باید باشه که بسته به شرایط خودتون باشه. بعضی از بچه‌ها هستن میان 3 روز یه بار شروع میکنن به آزمون زدن. خب و میگم بستگی به شرایط خودتون داره. اگه خیلی تسلط خوبی ندارید بذارید مثلا 3 روز یه بار بزنید که وقتی یه روز آزمون هم میزنید کامل، اون 2 روز رو برگردید یه مرور بکنید، یه در واقع یه تحلیل روی اون آزمونه داشته باشید. من خودم آزمون 3 روز یه بار میزدم و میمدم روز اول شروع میکردم به آزمون زدن. مثلا صبحی که بیدار میشدم آزمون رو شروع میکردم. و یه موردی که هست بچه، آزمون رو شرایط کنکور رو برای خودتون بسازید خونتون. خب و مثلا اون میزی که هست حالا ترجیحاً سعی کنید از سر جاتون بلند نشید و در واقع فکر کنید که الان دقیقاً سر جلسه هستید. خب و این شرایط آزمون رو کامل برای خودتون بسازید.
و مورد بعدی این بود که من حالا شروع می‌کردم به آزمون زدن، آزمون مثلا کامل می‌زدم، مثلا حالا صبح تا ظهر کلا آزمون بود، بعدش یه استراحت کوتاه می‌کردم، بعد شروع می‌کردم به تحلیل کردن. بچه‌ها هدف ما از این کنکور اینه که تحلیلش بکنیم. ببینیم آقا ما الان تا اینجا هر چقدر خوندیم گفتم کافیه، دیگه نمیخواد بخونیم، یعنی مبحث جدید دیگه اوکی بذارید کنار. میریم سراغ اون مباحثی که قبلا خوندید می‌خوایم مرورش بکنیم. حالا برمیگردیم بگیم آقا تا اینجایی که خوندیم چی یاد گرفتیم، چجوری یاد میگیریم، برمیگردیم آزمونا رو تحلیلش میکنیم. اصلا هدف اون از آزمونا تحلیل کردنشونه که چجوری آقا ما تا اینجا چقدر یاد گرفتیم. حالا برگردیم اینایی که خوندیم گیرمون کجاست دقیقاً. خب و مثلا شما یه فصل زیست رو حل میکنید توی آزمون، میبینید آقا مثلا این سوالش رو غلط زدید و اون 2 روز بعدش، یعنی در واقع آزمونای 3 روز یه بار، یه روز آزمون 2 روز مثلا تحلیلش، خب توی اون 2 روز شما برمیگردید میبینید آقا کجای اون آزمون اشکال داشتید، برمیگردید همونا رو مرور کردن. یعنی چی؟ مثلا من شروع کردم آقا مثلا توی زیست مثلا دارم کنکور سال 401 رو میزنم، خب میبینید آقا یه تستی میاد از یه فصلی شما غلط میذارید، حالا مثلا شک دارید یا اصلا کلا حالا مثلا خوندید ولی بلد نیستید. خب اون مباحثی که کلا نخوندید و خب کلا کاری بهش ندارید، اون مباحثی که خوندید و غلط زدید یا نزده گذاشتید و میید ور میدارید، میگه آقا مثلا من این فصل رو من نخونده بودم، خب میذاریدش کنار. اون فصلی رو که خونده بودید سوال شکدار یا سوال غلط زدید، میگه آقا من چرا اینو غلط زدم، تحلیلش میکنید. میگه آقا مثلا یه سوال جدید بود یا مثلا موضوع جدیدی داشت یا مثلا چی داشت توی این سوال که من متوجه نشدم. بعضی از مثلا میتونید به یه دلیل برسید که آقا من این فصل کلا یادم رفته. خب این خیلی خوب میشه که شما برگردید توی اون 2 روزی که دارید آزمون میزنید دوباره حلش بکنید، دوباره برگردید مثلا تست غلط و اون تست نزدتون یا اون تستای علامت داری که توی پاسخنامه تستاتون داشتید، مثلا درسنامه خیلی سبز حل کردید، یه سوال غلط زدید، اون تست رو اومدید علامت دار کردید، برمیگردید توی اون فصل دوباره همون تست علامت دارتون رو حل میکنید توی این بازه. خب و اینجوری میشه که شما روی اون نقاط ضعفتون خیلی بیشتر تمرکز کردید و کلا فاز جمع‌بندی اینه که شما روی اون در واقع نقاط ضعفتون بیشتر تمرکز بکنید و دقت اصلیتون روی اون نقاط ضعفتون باشه، در حالی که نقاط قوتتون هم دارید خیلی مرور میکنید، اوکیه. خب ولی بیشتر ما روی اون بیشتر تمرکزمون روی اون نقاط ضعفمونه که ببینیم ما کجا رو مشکل داریم، ما اینکه این همه تایم گذاشتیم این همه خوندیم کجا رو گیر میزنیم دقیقاً. چون موضوع بعدی اینه که خودمون رو نبازیم، چون واقعا توی این بازی که الان هستیم خیلی از بچه‌ها جا میزنن، خیلی نمیتونن ادامه بدن یا میگن آقا مثلا فلانی مثلا 10 ساعت خونده بود مثلا روزانه، من الان روزانه مثلا 6 ساعت خونده بودم و قطعا اون نتیجه میگیره و من قطعا میبازم و خودشونو باخته میدونن. و الان میخوام بهتون بگم بچه‌ها این بازی که الان توش هستیم بازی خیلی مهمیه و به نظرم ازش استفاده بکنیم، چون همه بچه‌ها تو این فکر و خیال هستن که آقا کنکورشون رو بندازن یه سال دیگه، بگن آقا یه سال دیگه تلاش میکنه، دوباره سال دیگه همین موقع که میرسن میگن خب حالا مثلا سال بعدش. خب همینجوری این چرخه و هی تکرار میشه. واسه همین میگم الان بهترین موقعیت واسه زمانیه که شما از رقباتون جلو بزنید و این فکر رو باخت و به ذهنتون کلا خطور ندید. من سال کنکورم به مشاورم پیام گفتم آقا من نمیتونم دیگه الان بخونم، یعنی میذارم برای سال بعد، یعنی از همین الان خودمو باخته میدونستم، در حالی که اون موقع بهترین نقطه برای شروع کردن بود و اون نقطه‌ای بود که بقیه رقبام دارن کلا جا زدن و خیلی موقع خوبیه که از بقیه سبقت بگیریم و چرا از این فرصت استفاده نکنیم. و به نظر من شما از این بازه استفاده بکنید چون خیلی مهمه و بتونید حالا اون تایمی که دارید و خیلی خوب ازش استفاده بکنید، حتما میتونید نتیجه خیلی خوبی ازش بگیرید. موضوع بعدی اینه که بچه‌ها اون خلاصه هایی که نوشتیم رو بیایم مرورش بکنیم. حالا بعضی بچه‌هایی که حالا 12 هستن امتحان نهایی دارن، بعضی از بچه‌ها خب ترم معدل می‌خوان شرکت بکنن، این وسط امتحان نهایی هم هست. خب شما بیاید چیکار کنید؟ بیاید برگردید تمام تمرکزتون رو بذارید روی نهایی ها. خب چون نهایی مثلا 60% قبولی شماست و 40% شما میشه کنکور و همه قبولی شما رو اون کنکور تشکیل نمیده. خب و بیاید برگردید روی نهایی ها. حالا نهایی رو چیکار بکنیم؟ یه ویدیو در موردش ضبط کردم در مورد اینکه نهایی رو چیکار بکنیم و کلا اون فاز اون پروسه نهایی خوندن چجوری باشه. لینکش این بالا براتون میذارم، با یکی از در واقع خفن‌های این حوزه باهاش صحبت کردم که میتونه ویدیو خیلی خوبی براتون باشه. پیشنهاد میکنم از اون ویدیو هم حتما استفاده بکنید. در مورد نهایی خوندن میگم بستگی داره که حالا شما تا اینجا چقدر خوندید و تمام تمرکزتون بذارین گفتم روی اون چیزایی که تا الان خوندید. برای نهایی حالا یکم میتونه قضیهش متفاوت باشه. مثلا بعضی از بچه‌ها هستن تا الان مثلا حالا هر دلایلی ممکنه آقا مثلا زمین شناسی نخونن، خب دیگه اون فاز رو اون
تایمر رو باید بذارن به اون درس اختصاص بدن، تا اینجایی که کمکاری کردن این درس‌ها نخوندن برگردن روی اون درسی که حالا نخونده گذاشتن. ولی کنکور قضیهش فرق میکنه، کنکور فاز تستی داره. ولی خب نهایی بعضی از درساش، خب اکثر درساش، مثلا این درسی مثل سلامت بهداشت، خب توی طول ترم مثلا درسی که مثلا 14 تا درس داره، کتابش خیلی حجمش زیاده، خب اونو تا الان بعضی از بچه‌ها ممکنه نخونده باشن. خب واسه همین میگم الان تایمی که الان دارید اختصاص بدید به این درس‌ها، یه تایمی روش بذارید بخونید روزانه و به عنوان روتینتون بکنید. خب و بتونید حالا این پروسه رو برسونید و توی اون بازه حالا شب امتحانی دیگه شما مطلب جدید نخونید، برگردید مرورش بکنید که بتونید نمره خوبی ازش بگیرید. و خب میگم هر چقدر مرورتون بیشتر باشه میتونید نتیجه خیلی بهتری از اون درس بگیرید. موضوع بعدی در مورد روز قبل از کنکوره. من داستان روز قبل از کنکور خودم بهتون بگم. من خب روز قبل از کنکور ما کنکور ریاضی بود. خب یعنی چهارشنبه کنکور هنر بود، پنجشنبه ریاضی بود و انسانی، جمعه کنکور تجربی بود، کنکور 401. و من اومدم چیکار کردم؟ من کنکور هنر شرکت کردم برای اینکه ببینم آقا یکم فازش چجوریه، یکم جوش چجوریه. کنکور هنر شرکت کردم و در واقع اون قلقه دستم اومد یه کمی با اون بوتی که از من، اون بوتی که تو ذهن خودم ساخته بودم که آقا کنکور یه قول خیلی خفنه، یه جوری اون برام شکسته شد. خب و خیلی بهم کمک کرد. واسه همین به نظر من اگرم قبل از کنکور، الان که دیگه فاز ثبت نام کنکور تموم شد، اگرم 2 تا کنکور ثبت نام کردید کار خوبی کردید. خب و من این کارو کردم، کنکور هنر ثبت نام کردم و کنکور هنرم اینجوری بود که مثلا وقتی تایم کنکور تموم شد، تایم عمومیات تموم شد، رفتن سراغ درس اختصاصی، چون زمان ما درس عمومی هم توی کنکور بودن. خب و اکثر بچه‌ها بلند شدن و همه اومده بودن که آقا به سر جلسه مثلا یه آشناییتی داشته باشن تا بعد از این که حالا نوبت کنکور خودشون شد. و من این کنکور رو رفتم روز چهارشنبه. کنکور خوبی بود، یعنی فقط عمومی‌ها رو زدم و دیگه بلند شدم اومدم خونه، یعنی همچین حالتی بود. روز پنجشنبه من تا کلا اکثر مشاوران میگن آقا روز قبل از کنکور هیچی نخونید، ولی من این کارو نکردم. من اومدم تا ظهرش، یعنی تا مثلا ساعت 2-3 ظهر خوندم تا دیگه نهایت فکر کنم 3 ظهر بود دیگه خوندم دیگه، کلا کتابو گذاشتم کنار و کلا با خانواده رفتیم بیرون. و این یه فازی ایجاد کرد، یه حالتی بود که از اون فضای کنکور یکم دور شدم، خیلی بهم کمک کرد. و درگیر حالا بعضی از اخبارم میاد که آقا مثلا کنکور فلانی سخت بوده، قرار مثلا کنکور فلانی هم خیلی سخت باشه. خب مثلا میگه ریاضی مثلا سوالاش فلان، مثلا درس شیمیش خیلی سخت بود، قرار مثلا درس شیمی تجربی هم خیلی سخت باشه. بچه این روند همیشه تقریبا بوده، چیزی که من دیدم. یعنی مثلا سال ما یادمه مثلا بچه‌ها برگشتن گفتن آقا ریاضی مثلا کنکور ریاضی روون بوده، مثلا در حد مثلا میشد بزنی، یه همچین حالتی داشت. کنکور ما هم یه همچین حالتی داشت، یعنی اینجوری بود میخوام بهتون بگم. و اینکه بخواید حالا روز قبل کنکور درگیر اون در واقع نتیجه بشید، اون که بگید آقا من دیگه قبول نمیشم، خودتون رو باخته بدونید، یا اینکه بخواید بگید آقا مثلا کنکور ریاضی خیلی سخت بوده پس قراره کنکور ما هم خیلی سخت باشه. میخوام بهتون بگم آقا درگیر این فازها نشید، تمام تمرکز رو بذارید روی کنکور خودتون و مطمئنم که بهترین نتیجه رو بگیریم. اگر تلاش کرده باشید، اگر واقعا زحمت کشیده باشید، میتونید نتیجه خیلی خوبی ازش بگیرید. و سر جلسه کنکور هم بچه‌ها آرامش داشته باشید، واقعا هیچ فرقی با اون کنکورایی که شما قبل از اون کنکور خودتون دادید واقعا نداره. یعنی شما اون همه آزمایشی دادید، اون همه سر جلسه رفتید و همه اونا اون آزمایشی بوده، در واقع آزمایشی بوده که شما رو برای این کنکور آماده کنه. و میخوام بهتون بگم که اصلا استرس نداشته باشید و بشه اصلا به فکر چیزای منفی فکر نکنید. و روز قبل کنکور هم میگم اصلا از اون فاز بیای بیرون، یه کلا وارد مثلا بگید آقا برید بیرون، خب برید استراحت بکنید. و اینکه حالا مثلا بگید آقا اون همه‌شو نخونم یا همه‌شو بخونم، همه چیش میگم بستگی به خودتون داره، تصمیم خودتون. ولی خب دیگه ترجیحاً تا عصرش بخونید، دیگه شبش دیگه بیخیال بشید که آقا یکم استراحت بکنید، یه شامی بخورید و بخوابید که حالا بتونید مثلا فردا صبحش با خواب کافی سر جلسه کنکور برید. و امیدوارم که بهترین ها براتون رقم بخوره. و این کانال منه، اگر از این جور ویدیوها خوشتون میاد خیلی ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنید. و این در واقع یه پلیلیستی از کانال من بود، یعنی همه ویدیوهای من مربوط به کنکور نیست و این بخش از تجربیات منه که توی این کانال در اختیارتون قرار میدم. و خیلی ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون میاد خیلی ممنون میشم این ویدیو رو لایکش بکنید.
و اگر سوالی موردی بود، یه کانال تلگرام دارم، لینکش رو بالا براتون می‌نویسم و سوالی داشتید برام کامنت بذارید، حتما جوابتون رو میدم و منتظر ویدیو خیلی باحال و خفن دیگه باشید. تا ویدیو دیگه، فعلا.